یه سوال، به نظرت بدن انسان چقدر میتونه تاب و توان تحمل چیزای سخت رو داشته باشه؟ قبل اینکه جواب دقیق به این سوال بدیم، بذار یه داستان کاملا واقعی از دیوید گاگینز برات بگم. توی سال 2005 زمانی که دیوید گاگینز تمامی دوره‌های نیروی دریایی رو با موفقیت پشت سر گذاشته بود، تصمیم گرفت برای کمک به بچه‌های یتیم توی یکی از سخت‌ترین اولترا ماراتون‌های دنیا که یک جایزه ناچیز $2000 داشت شرکت کنه. و این در حالی بود که دیوید گاگینز هیچ چیزی از ریز جزئیات آمادگی حتی برای دوهای ماراتون هم نداشت، چه برسه اولترا ماراتون. و دقیقاً 3 روز قبل از برگزاری این مسابقه بزرگ خبردار شده بود و تصمیم به شرکت گرفته بود. و این یعنی هیچ آمادگی قبلی برای شرکت در این مسابقه نداشت. و از طرفی اون دوره به واسطه برنامه‌های تمرین نیروی دریایی در دوران تمرینات قدرتی مثل وزنه برداری قدرت بود و در اون زمان اصلاً روی حوازی خودش کار نکرده بود. اما اون تصمیم خودش رو برای شرکت در اون مسابقه فوق‌العاده سخت گرفته بود. اون خودش موضوع رو با خنده بیان میکنه و میگه من دقیقاً شب قبل این مسابقه 2 فوق ماراتون افسر و مربیم توی نیروی دریایی به این پیشنهاد تمرین بدنسازی داد و من نتونستم اون پیشنهاد رو رد کنم، در حالی که فردا قرار بود 100 مایل بدوم. اما رفتم و تمرین بدنسازی پای سنگینی رو انجام دادم و روز مسابقه با بدن حجیم و دم کرده در کنار فوق ماراتونکاران کوچیک و قلمی ایستادم و تمام اونا با تعجب به من نگاه میکردن، چون یه قلچماق سیاه با بدن حجیم به نسبت اون فوق ماراتونکارا بودم. تا اینجای داستان فهمیدیم که دیوید گاگینز بدون هیچ آمادگی قبلی، بدون اینکه چیزی از مواردی مثل تغذیه قبل از مسابقه اولترا ماراتون یا تمرینات خاص قبلش بدونه توی این مسابقه شرکت کرد. حالا فکر میکنین نتیجه چی شد؟ اگه بخوایم با منطق و درست نتیجه این مسابقه رو پیش بینی کنیم، احتمالا میتونیم حدس بزنیم که اون با این اوضاع بعد از کمی دویدن کم میاره، چه برسه بتونه جزو مقام آوران بشه. اما نتیجه خارق‌العاده و حیرت انگیز شد. اون با وجود تمام این موارد تونست 100 مایل رو در 19 ساعت بیوقفه بدوه و به گفته خودش بعد از اتمام 1 مایل هم اضافه دوید، یعنی 101 مایل، اونم بدون هیچ آمادگی و دونستن اطلاعات خاصی در مورد فوق ماراتون یا حتی ماراتون. اما چطور ممکنه؟ تمام اینا فقط با یه قانون ممکن شد، قانون 40% گاگینز. این قانون به طور کلی میگه وقتی به اوج خستگی رسیدی و گفتی دیگه نمیتونم ادامه بدم و هیچ توانی نداشتی، اونجا تازه از 40% از توان و ظرفیت وجودیت استفاده کردی، یعنی بیش از نصف توانت باقی مونده. و این قانون نه فقط در ورزش بلکه در خیلی از جوانب زندگی تعمیم داده میشه و میتونین ازش استفاده کنین. مثلا در مطالعه و یادگیری وقتی مغزت میگه دیگه تمرکز ندارم، در واقع هنوز مغزت گرمم نشده. اگه فقط 15 دقیقه دیگه ادامه بدی وارد اون یادگیری واقعی و عمیق میشی. فقط باید از 40% خودت رد شی، یعنی دقیقا همونجا که واقعا میخوای کارو رها کنی ادامه بدی. در بیزینس وقتی فکر میکنی یه پروژه رو باید ول کنی یا حس میکنی نتیجه نگرفتی و باید کارو رها کنی، همون نقطه مرز بین شکست و موفقیته. همه کارآفرینای موفق درست همون لحظه هایی که بقیه ول میکردن ادامه دادن. پس ادامه بده و آگاه باش که این فقط 40% توانت بوده. در ترک عادتهای بد وقتی حس میکنی نمیتونی جلوی یه وسوسه رو بگیری، اونجا لحظه‌ایه که باید با قانون 40% مقاومت کنی. 5 دقیقه تأخیر ممکنه تو رو کاملا نجات بده. در روابط و زندگی شخصی لحظه هایی است که میخوای همه چی رو رها کنی، تسلیم شی و بری، ولی اگر فقط یه گفتگو بیشتر انجام بدی میتونه رابطت رو نجات بده یا عمقش رو بیشتر کنه یا حتی کارهای مختلف دیگه بسته به شرایط. و تمام اینا
به این بستگی داره که قانون 40% رو چقدر میتونی در این شرایط به یاد بیاری و به همین دلیل همین حالا میخوام یک سری تمرین و کانسپت بهت بدم که بتونی این قانون رو همیشه در زندگیت اجرایی کنی. در مرحله اول ذهنت رو بشناس. صدای درونی کافی دیگه یا بس دیگه ولش کن رو تشخیص بده. در مرحله دوم پیش فرض بساز. قبل از شروع هر کار سخت بگو هر جا خسته شدم یعنی فقط 40% انجام شده نه بیشتر و این یعنی پیش فرض تو ساختی. و در مرحله سوم مقاومت رو تمرین کن. تو کارهای کوچیک مثل دوش آب سرد کمی بیشتر بمون. توی پیاده روی روزانه کمی بیشتر ادامه بده. در مرحله چهارم با خودت شرط کن. هر بار ذهن گفت نمیتونی بگو فقط 5 دقیقه بیشتر. همین باعث ساختن باور میشه. و در مرحله پنجم برای اثبات این قانون به خودت و ایمان داشتن بهش کافیه فقط همونجا که واقعا دیگه فکر کردی اگه ادامه بدی میمیری کمی ادامه بدی خلاف اون. حالا 2 تمرین فوق‌العاده کنار این کانسپت ها میخوام بهت بدم. تمرین 1 دفتر ثبت مقاومت. هر روز لحظه‌ای رو یادداشت کن که ذهن گفته بسه ولی تو ادامه دادی. بعد از 1 هفته میفهمی چقدر بیشتر از چیزی که فکر میکردی توان داشتی و این ایمان و باورت رو تقویت میکنه. تمرین 2 پرسش طلایی هر روزه. هر شب یا هر روز از خودت بپرس امروز کجا ذهنم گفت بسه اما من ادامه دادم. این سوال تو رو به یه جنگجوی واقعی تبدیل میکنه و مطمئن باش اگر مواردی که گفتم رو یادداشت کنی، عملی کنی و بهش ایمان داشته باشی، به اون دست نتایج بزرگ که اسطوره دیوید گاگینز رسیده میرسی. فقط کافیه که اجراش کنی. این قانون ساده است ولی اجراش تو رو از 99% مردم جلو میندازه. پس هر جا که خواستی جا بزنی یادت بیاد فقط 40% از پتانسیل و ظرفیتت بوده. همیشه به خودت اینو یادآوری کن و بدون تا از 40% رد نشی قهرمان درونت بیدار نمیشه. قهرمان درون تو زمانی بیدار میشه که بتونی تمام موانع رو بپذیری و از اون 40% عبور کنی. چون دقیقاً اونجایی که تمام افکار میریزه روی سرمون و ما رو اغنا میکنه برای ادامه ندادن، اونجا واقعا ما به 40% رسیدیم و عبور از اون شکوهی رو در بر داره که شگفت انگیز خواهد بود. حتما کامنت بذار که تو کجا از قانون 40% استفاده کردی و اگه میخوای راز نهایی سرسختی گاگینز رو در یه جمله بفهمی این ویدیویی که برات گذاشتم رو حتما ببین و از دستش نده. همین حالا کلیک کن روش و اون ویدیو رو ببین چون اونجا فقط با یک جمله راز نهایی سرسختی گاگینز رو بهت گفتم و کانال رو سابسکرایب کن چون اینجا با دیدن هر ویدیو به آدم قدرتمندتری تبدیل میشی. لول آپ.